امید جان بچیم خواهرکم به یاردم دی فرزندی پدر هیچ کی یاردم میدادگی نیست به صاحب وای تا اونجا مسافری به 3 فرزندش کتی کساتی دیل داشت کسالی سخر داشت الهی برکه یاری بچیم یاردم دی تو دستی یاری رسانه تو ای خدا جان. با کمال احترام سلام عرض میکنیم به همه شما هموطنان عزیز. چگونه که اینام نوارد ایستاده این و این مادر از ما خواهش کرده ایستاده است که کمک خود را برسونیم. یک مادر در روسیه از عالم در میگذرد، صاحب 4 تا فرزند. فرزندان نیز در روسیه است. مادر برای رزق و روزی فرزندا به مهاجرتی مهنتی رفته کار میکردند، از بیماری قند و چندین بیماری دیگر از عالم در میگذرند. مادر الحال به تاجیکستان باید برگردونند با فرزنداش، ولی شرایطشون نرسیده ایستاده است. از ما احترامانه خواهش کردن و من از همه شما احترامانه خواهش میکنم بیاین سرجمانه شویم و همین مادر را دستگیری کنیم، هر چه زودتر به وطن برگردونیم، چون که 1 هفته وقت دادگی هستند. بعد 1 هفته از مرگ برآورده مادر را میسوزانند. فرزندکای مایداک دارد در کوچه ماندگی هستند. احترامانه از همه شما خواهش در پهلوی چنین مادرای تاجیک که مهاجرتی رفته برای رزق و روزی فرزنداشون هم پدر و هم مادر شده کار میکنن، یک جا باشیم و دستگیری کنیم. و نگفتن همون دوستان عزیز که مرگ یاشی و پیری نمیگه، مرگ تنصیحتی و بیماری نمیگه. یا فراموش نکنین در روی خط عزرائیل فقط نام پیرانسالان نوشته نشده است. برای همین سبب هوشیار باشید. از همه شما احترامانه خواهش میکنیم سهم خود را بین کارت‌های نزدیکای همین مادر هست بگذارید. نفرانی که سهم گذاشته نمیتوانید نوار به تمام یار و دوستان خود ارسال نمایید. در اینم خیر بزرگ خواهید گرفت. و یک چیز دیگر میخواهم به سهم همگی شما رسانم، هیچ وقت از خیر کردن نترسید. خدا وعده دارد یک شما را 1000 میکند و با یک تین ما خدا در جنت برای ما قصرها آماده میکند. بیاین هم دنیامون را آباد کنیم و هم آخرتمان را. خداوند نگهبانتان. هر چی سر و سیمتر کنیم بهتر است که 1 هفته وقت داریم. ای خدا ثواب بگیریتون اومدی رمضان ثواب بگیریتون یاردم دیتون هیچ کی نیست اونجا مسافری با رای کرندن کر فرزنداش کتی وای با گروپ میکنن وای 3 فرزندش گشنه تشنه ده اونجا وای هم رای میکنن. ای خدا جون روی کنیتون همیشه روی کنیتون ما وضعیتمون نمیشن اونجا رفتن نمیتونیم. امید جان التماس یا بلا کنیتون و خواهرکم روی کنیتون. شرکت زیارت شاپ با حجامه و داروهای گیاهی و اینچنین طبابت گایمری در شهر مسکو تمام داروهای گیاهی با نرخ‌های دسترس شما میتوانید خود حاضر فرمایش دین تحویل به تمام شهرهای روسیه و اینچنین به تاجیکستان وطن عزیزمون به شهر دوشنبه. یکی از نماینده‌های شرکت زیارت شاپ برادر عبدالله. بله